توی مسابقه دوچرخه سواری اگه دقت کرده باشین، در دور آخر همه ایستاده رکاب میزنن، چون با تمام خستگی هایی که دارن به پایان مسیر و به رسیدن به هدف ایمان دارن. تو مسابقه دو میدانی تو دور آخر همه شرکت کننده ها گام های بلندی رو برمیدارن، چون به اختلاف ثانیه ها تو پایان مسیر و جابجایی مدال ها و رتبه ها ایمان دارن. تو فوتبال تو دقایق آخری تیمی که به برد نیاز داره، حتی دروازه‌بانشون هم برای کمک به تیم به محوطه جریمه میاد، چون نتیجه خیلی از مسابقات تو دقایق آخر عوض میشه. بنابراین همه ما باور داریم که میتونیم نتیجه هر کاری رو حتی تو لحظه آخر هم جابجا بکنیم. پس حالا نوبت قهرمانی شما تو زندگیتونه. باید تمام تلاشتون رو بکنین تا بتونین بهترین نتیجه زندگیتون رو بگیرین.